وقتی کانال یوتیوب زدم ترسیدی آره؟ شنیدی لیبرانت با پسرش روی تیم بازی میکنه؟ تو هم همچین برنامه‌ای داری؟ کدوم ویدیو تو بیشتر دوست داری؟ چه حسی داشتی وقتی دنبال کننده هات به 1 میلیارد نفر رسید؟ فکر میکنی شکستت میدم؟ ریاض، عربستان سعودی. با هم رو راست باش، وقتی من کانال زدم ترسیدی؟ یکم. ولی جدا سورپرایز شدم با خودم، گفتم یه 20 میلیونی تو ماه اول ساب بگیری دیگه. بعد وقتی 60 میلیون گرفتی با خودم گفتم یا خدا، قبل تو رکورد بیشترین ساب تو یه ماه 20 میلیون بوده که اونم دست خودمون بود. بنابراین 60 میلیون ساب واقعا خفنه. خودت چقدر طول کشید تا به 60 میلیون برسی؟ فکر کنم یه 13 سالی. 13 سال؟ آره، البته اون موقع اوضاع فرق فکر میکنی شکستت میدم؟ راستش رو بگو. نوچ. احتمالش هست؟ نوچ. نه راستشو بخوای. آره بچه خدای رونالدو با همه خفنی شک دارم به گرد پای مستر بیست هم برسه تو یوتیوب. مستر بیست پادشاه این قضیه است. ویدیوهایی که میسازه همش مخصوص سرگرم کردنه. رونالدو فوتبالیسته، حالا در کنارش اومده چند تا ویدیو جالبم سعی میکنه بسازه، ولی واقعا شک دارم بتونه از مستر بیست بزنه تو این قضیه. راستش رو بگو. نوچ. احتمالش هست؟ نوچ. نه راستشو بخوای. آخه بستگی داره چه ویدیویی بسازی. اگه مثلا بقیه فوتبالیستا رو هم بیاری یا با هم ریاکتای باحال بگیرید احتمالاً جواب باشه. اگه بیا دستت مطمئناً میتونی کانتنت خفنی بسازی. این رکوردو میذارم واسه خودت بمونه. خیلی دنبال شکستنش نیستم. خب تو به طور کلی 1 میلیارد فالوور داری، من میخوام توی یوتیوب 1 میلیارد ساب داشته باشم. شدنیه؟ یکم طول میکشه ولی خب احتمالاً آره. طول میکشه. الان روی 324 میلیونی. کانال یوتیوب منو دیدی؟ آره البته که دیدم. نظرت چی بود؟ خب مسلماً چون تو هنوز یه بازیکن حرفه‌ای هستی سرت شلوغه، آره. ولی خب با این حال کارت خوبه. به نظرم نقطه قوت تو اینه که همه حاضرن تو ویدیوهات بیان. میتونی یه عالمه همکاری خفن کنی مثل همین یکی. به نظرم باید تام بردیو بیاری یا اسپیدو، همه این آدمای معروفه. میدونی چی میگم؟ نکته خوبی بود. تازه حتی میتونی مثلا بعد یه مسابقه فوتبال فوراً یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای بگیری و نظرت رو راجع به مسابقه بگی. درسته معمولیه ولی خب خیلی از مردم واقعا دوست دارن که نظر تو رو بدونن. یا مثلا بچهای پشت صحنه دارن اذیت میکنن. آره مثلا فرض کن رونالدو یه ویدیو بگیره که به 10 تا گل برترش ریاکت کنه، خب خدایی خفن میشه، مخصوصا اون گلی که قیچی برگردون زدی. من خودم اون گل بیشتر از 100 بار دیدم و واقعا دوست داشتم بدونم اون لحظه به چی فکر کردی که اینجوری پریدی تو هوا و شوت کردی توپو تو دروازه. آره خلاصه شک دارم لازم باشه برای یوتیوب کار سخت و عجیب و غریبی بکنی. باید از همین کارهای فوتبالی بکنی دیگه، مردم واسه همین دوست دارن.